آغش را بچشید. فقط مراقب باشید این توبه میری با همه اون تیله بازی های قبلی زمین تا آسمان است. من جواب دادم که این تهدید بود یا فرصت، شما سند بیارید ما معذرت خواهی میکنیم، ضمناً اگر دروغی بود شکایت کنید، این که کار سخت نیست، ما قدرت تفکر و کلام داریم، اهل شمشیربازی و شمشیرکشی هم نیستیم، صداقت برنده ترین چیزه. این آقای فخرآور چرا خودشون که اومدن لایو گذاشتن هیچ وقت من شانسی نداشتم کشیدن اومد دستم گفتم آقای فخرآوری که میاد صحبت میکنه میگه که ما از بچهای اطلاعات سپاهیم، خوشا به حال اون اطلاعات سپاهی که برای مردمش کار بکنه، نه اون آقای مینساتی که نمیدونم بسیجی فیکه و میره فیلم رزمایش بسیج میذاره میگه که من رفتم جنگ کردم با داعش، من نمیدونم چیز بودم. شما آقای میمسات، اسمت هم نمیارم حسابی حالت گرفته بشه، یه ویدیو ازت منتشر کردم، یه ویدیو افشاگری، بعد شما رفتی سریع اون فیلمایی که راجع به داعش بود پاک کردی. چی شد؟ شما که مدافع حرم بودی چرا فیلم‌ها رو پاک کردی؟ یادت اومد که قانون‌های مدافع حرم و سپاه قدس گفته که نباید فیلم‌ها قبل و بعد از عملیات و قبل از شهادت پخش بشه. می‌دونی آیه میمسات شما تفاوتت خب با این اراذولوباش و این فاضلاب‌های مجازی میدونی چیه؟ شما پشت حصار سپاه و پشت نمیدونم بسیج قایم شدی، همین امثال تو هستن که مردم ایران رو زده کردن از هرچی بسیجی و سپاهیه، همین رفتارهای امثال تو هن. بار آخرت هم باشه آقای صفایی، بار آخرت باشه، فامیلیت هم گفتم، بار آخرت باشه که آدم واسطه بکنی به من زنگ بزنه که من راجبت صحبت نکنم، فقط به احترام اون شخصی که به من زنگ زد و خیلی آدم محترمی بود فایل صوتیش رو منتشر نمی‌کنم. نمیگم چه محتویاتی تو اون فایل صوتی رد و بدل شد. بار آخرت باشه اگر اون فایل صوتی پخش بشه باید اینستاگرامو جمع کنی بری برادر منو، باید جمع کنی بری یا به موقعش. من اگه اون فایل صوتی که رد و بدل شد به مورد واسطه و من رو منتشر بکنم خودت میفهمی که چه بلایی سرت میاد. بسیجی فیک کوچولو، همتون کشت مرده اینستاگرام شدید. اون آقای ترکیبی که شب تا صبح توی لایو میخوابه، اصلا دوشک پک پخت میدونم دوستان تماس میگیرم، من با یه خط دیگه دارم لایو ترکیبی نمیدونم فلان چیز میخوره. جالبم از دیروز میگفت من نمیدونم پشکل نمیدونم چی داشت میخورد تو ترکیب، اصلا قاراقورت و کاکائو میخوری، میگه فلان. بابا حرکات قدیمی شده، حرکات سینما ما 10 سال پیش تو صدا سیما میذاریم. بعد میگه که من خودم پیجمو بستم. چی شد؟ از ارتش سایبری پشت پرده ترسیدی؟ 10 تا دیگه آیدی هم بذاری میزنیم. ولی نکته جالب‌تر این که شما پیجتو دیسیبل کردی یا دی اکتیو کردی. اصطلاحاً شما در هفته یک بار میتونی پیجتو دی اکتیو بکنی. فردا که اکتیوش کردی دوباره من فرمان حمله صادر میکنم، اون موقع ببینم میتونی حالا پیجتو دی اکتیو کنی یا بعد دیلیت اکانت بکنی یا بعد کلا بری از صفحات مجازی که بعد آیدی منو میذاری. یه بار دیگه هم شماره موبایل تو به مردم اعلام بکن، یادت باشه آیدی منو اعلام نکنی. یه بار اشتباهی رو وحید خزایی که شماره موبایل منو پخش کرد، شماره موبایلشو برای مردم پخش کردم، تو آیدی منو پخش کردی، شما موبایل تو پخش میکنم. 2090 531 60 33 720 شماره آقای ترکیبی هستش که ایشون مثل که خیلی ارادت دارن. آقای هزینه هم که داداش من، شما پیج 2 روز پیش هک شد، فقط میخوام پسورد تو بهت بگم که دوستانی که دارن کار امنیتی بعد انجام میدن بهشون بگو که پسورد پیج تو اینجوری نزن. پسورد پیج تتل ایکس ایکس بود داداش من. این چه پسوردیه میذاری رو پیج اینستاگرامت که هک بشه؟ خب بعد بیای بگی که بعدش هم یه نکته دیگه هم بهت میگم آقای مستر هزینه، خب پیتزا فروشی یادت باشه، کد پیتزا یه رفتی دادی یه سری افراد، بعداً افشاگری شما رو هم پخش میکنم. اینو فقط خواستم بگم که جمع کنید کاسه کوزتون از دنیای مجازی. من یه پیج میارم بالا لایو میذارم، کلا دودمانتون میره به باد، پیجو میبندم میرم چون نیازی ندارم. یه خبر خوشم به دوستان بدم که شبکه ماهواره ما هم تا 2 ماه آینده داریم فرکانسیش از ستلایت میخریم، بیاد بالا دیگه جمع میکنید میرید. شما فقط یادتون باشه که آقایون فاضلاب لطف کنید از حالا به پایان خودتون سلام کنید. به اینکه چرا همین فردین داره فوش میخوره، به خاطر اینکه همین فردین گفت آقا تو سایت شرط بندی شرکت نکنید. 1 ماه پیش من گفتم اطلاعات حساب شما هک میشه. 1 ماه پیش هشدار دادیم، پری روز اومدن پیام گذاشتن که 20 تا سایت شرط بندی حساباشون هک شده و طرف چی بگم، اون بسیجی فیک هم. من این چیزی بگم، توی که میگی مملکت دست ماست، مملکت دست ماست، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. بابا طرف 5 تا شهید داده،
طرف مفقود الاثر داده، هنوز عزیزش رو پیدا نکرده تو ایران، شهید داده، نمیاد بگه مملکت مال منه، ادعایی نداره. تو برمی‌داری میگی مملکت دست ماست، بعد میگی از کجا اومدی، نمیدونم کی به تو کارت بسیجت هم بیار نشون بده مردم ببینن. یا اون یکی میاد میگه که ببینید من بعد بگردم همین الان یادم اومد، خب میخوام نشون شما بدم که امین فردینی که داره اینجا صحبت میکنه، خب میخوام مدارک پدرمو به شما نشون بدم دوستان، که ببینید که امثال پدر من چه زحمتایی رو برای این مملکت کشیدن، ادعایی ندارم. خب ببینید حالا من سعی میکنم که روی این کارت ایثارگری پدر منه، شماره کارتش هم هست، برید استعلام بکنید. حسین علی فردین، نام شماره شناسنامه‌اش هست. مدت حضور در جبهه پدر منو ببینید آقای بسیجی فیک، مدت حضور در جبهه 7 سال و 10 ماه و 26 روز. خب من دست میذارم کد ملی پدرم، حسین علی فردین، اینم پدر منه، بسیجی فیک. خب هنوز پدر مادرت نقشت رو نکشیده بودن که تو به دنیا بیای. پدر من رفته بود جنگ، پدر من که 8 سال جنگ و تو جنگ بود ادعایی نداره بگی که آقا این مملکت مال ماست. طرف مفقود الاثر داده، آخه نمیدونم آقای نادر حمید بچه 2 ماهه داشت، آقای شهید نادر حمید تو ویس اهواز، استان خوزستانش نزدیک اهواز خاکش کردن، دوست صمیمی بنده، رفت مدافع حرم شد، شهید شد، همچین ادعایی نداشت. برو یه تحقیق بکن ببین نادر حمید کی بود، بچه‌شو ندید، مدافع حرم شد، بچه‌شو نشد. من اصلا دفاعی از کسی نمی‌کنم، فقط میخوام بگم که تفاوت وجود داره. اگر شما ادعا میکنید مملکت مال شماست، نه عزیزم، مملکت مال شما نیست، مملکت مال اون شهداست، مملکت مال اون کسایی که مفقود الاثر دارن، مملکت مال اونایی که عزیزشون جگرگوشه‌شون رو از دست دادن، نه شمایی که برمی‌داری میری تهدید اسید پاشی میکنی. نمیدونم چی بگم والا، چی بگم، یعنی واقعا باید امثال شماها رو خب جور دیگه ای ضایع کرد. یا مثلا ما یه افشاگری دیگه چند وقت پیش کرده بودیم، یارو پسر موهاش بلند بود مومنی، خیلی وقت دیگه نیست. شبکه من و تو، حالا اسنادش رو پخش می‌کنیم برای مردم. اینها رسید دست من، این امضای آقای، ببینید دوستان من و تو برید بهشون نشون بدید، این امضای آقای کیوان عباسی، مدیر شبکه من و تو، 45000 پوند بدهی برای خودشون زده، یه جام 12000 پوند. حالا این اسناد رو بعدا رسانه‌ای می‌کنیم یاد بگیرن کار خبرنگاری یعنی چی. آقای کیوان عباسی این امضا خودت دادید دیگه، لینکش هم میدید. اداره مالیات انگلستان و بریتانیا هم اینو داره، بریتانیا هم اینو داره. کلاهبرداری که شما دارید تو شبکه منتون می‌کنید، کلاهی که دارید سر مردم می‌ذارید، گیر بعد کسایی افتادید. حالا اینو منتشر می‌کنم، عکسشو می‌ذارم کجا توضیحاتش هم میدم. جمع کنید بساطتون رو، هی به مردم دروغ میگید، هی به مردم. آقای خوشبختانه روز ویدیو هم از آقای هزینه گذاشتیم که ایشون خیلی جالبه، تو لایو خط میگیره از این و اون، به خاطر اینکه تبلیغ سایت‌های شرط بندی بکنه. پلیس فتا، آقایون پلیس فتا، چرا فیلترینگ هوشمند روی سایت‌های شرط بندی نمی‌کنید؟ این پولای میلیاردی که تو درگاه بانک ایران میاد دست کیه؟ اسمتون رو گذاشتید پلیس فتا، 2 ریال نمیارزید، 2 ریال نمیارزید اگه پلیس فتایی که نمیاد جلوی این سایت‌های شرط بندی رو بگیره. چجوری اینا درگاه بانکی میگیرن؟ بعد یارو فلان کس از فلان دستگاه امنیتی به من زنگ میزنه، خب میگه آقا راجع به مواد صحبت نکن. من هیچکی نمیترسم، خبرنگار یعنی نترس بودن دیگه. مردم خسته شدن از این صدا و سیمایی که داره به مردم دروغ میگه، خبرگزاریایی که دارن به مردم دروغ میگن. یه نفر یه خبرنگاری اومده داره شجاعانه، از ترس جسورانه موضوعات رو بررسی میکنه، دنبال فالو و فالوور هم نیستیم، همش مال خودتون، همش مال خودتون. ما هفته یک بار اصلا پیج اینستا ما اسم تبلیغ از کسی میگیریم، برمی‌دارن به ما هر انگ اطلاعاتی، سپاه، نمیدونم موساد، هیچی نداره. آقا برگ اینجوری نگاه کن، اگه مستند داری بده اینجوری نشون بده. آیه فخرآور اگه مستند داری از من بگو اینا مثل خودت هست که من پاسپورت و ویزاتو نشون دادم، عکس خودت هست آیه فخرآور یا نه؟ مردم اینطوری صحبت بکنید. مردم دیگه خسته شدن از دروغ، خسته شدن از فحاشیایی که شما میکنید، خسته شدن از این لباس بسیجی و سپاهی و نمیدونم فلانی که شما میپوشید، از مردم زورگیری میکنید. دارم بچه برام پیام میدن تو گروه، 45 میلیون، بله برای من نوشتن 45 میلیون پوند دوستان.
آقای شبکه من و تو 45 میلیون پوند برای خودش بدهی زده. فردا اگر دیدی شبکه من و تو بسته شد، نگید چرا، ببینید چه کلکی میزنن، میبندنش، بعد فردا میرن اون ادارات مربوطه بریتانیا اعلام ورشکستگی میکنن، به جای 45 میلیون پوند 200,000 پوند 200 میلیون پوند پول میگیرن. عاشق چشم ما مردم نیستن، بیزینس دارن میکنن. و منتظر باشید تمام این پیج ها بسته میشه، همشون یکی یکی میذاریم رو لیست ریپورت. هر 48 ساعت یک بار ما فرمان حمله میدیم، نه هر شب، هر 48 ساعت یک بار. منم درگیر مسائل سیاسی هم، درگیر تی وی پلاس هم. یه جاسوس از رسانه تی وی پلاس پیدا کردیم، منتشر کردیم توی لایوهای قبلی و حالا مستند میکنم. درگیر این مسائل، این فاضل آبا رو داریم لابلاش بررسی میکنیم. حالا شما برید چیز بگم، همه شما فاضل آبا رو تو لیست گذاشتید. ایرانی‌ها رو، آقای محسن افشانی هم تو لیست یا برای دارم من تبلیغ سایت شرط بندی میکنیم. اسنادی از شما به دست ما رسید، حالا به زودی منتشر میکنیم همتون. نمیدونم اونایی که تو ایران هم پیج مج دارن، فکر نکنید که بدل مدلای فلانی که تبلیغ سایت پیش بینی فوتبال میکنید. یه نکته جالب‌تر بگم، تو به زودی اسنادی از برنامه 90 به دست ما میرسه، برای اولین بار اینجا اعلام میکنه. برنامه 90 هم باید جمع کنه بره، ربط داره به سایت پیش بینی و به سایت شرط بندی. برنامه 90 آقای عادل فردوسی. حالا اگه یه زمانی در اومد، بدونید که برنامه پشت پرده داره اینجا رسما اعلام میکنه. هر کسی هم که فکر کنه آقا تهمت افترا داریم بهش میزنیم، بره شکایت بکنه. راه شکایت و قانون بازی، ما که داریم از طریق پلیس و اینترپل تمام این اسناد و مدارک رو میکنیم. نمیدونم به ما میگن که راجع به نمیدونم فلانی صحبت بکن، نمیدونم راجع به فلانی صحبت بکن. این راسته آقای فخرآورم خب ادعا میکنه نمیدونم من خواهرزاده شاهم و فلانم و کارت درسته. شما بیا با من مصاحبه کن، مصاحبه اسکایپی بکن، من به روی چشم میذارم. اگه مستند حرف زدی، تیم برنامه پشت پرده رسما از مردم عذرخواهی میکنه. آقای فخرآور، امیر عباس فخرآور، رسما ما ادعایی نداریم. هر کدوم موقع اشتباهی بکنیم، ما اینجا نیومدیم. ببینید دوستان، یه چیزی هم در نظر بگیرید، بنده همینجا رسما اعلام کردم، نه من دنبال اپوزیسیونم، نه دنبال حزبم، نه دنبال انقلاب کردنم، نه به دنبال اینم که گروهی تشکیل بدم، نه دنبال اینم که حزبی تشکیل بدم، نه دنبال. ما اگر گروهی تشکیل دادیم فقط به خاطر دادن دانش و آگاهی به مردمه، نه هیچ چیز دیگه ای. نه این بسیجی فیکی که میاد با هر اراذل و اوباشی لایو مشترک میذاره، ادعاش هم میشه که آره داره شفاف سازی میکنه. یا مثلا چند روز پیش یه پیج هک شد در اینستاگرام، هشتگ من خورد، گفتن که آره امیر فرد مثل آقای هزینه که پسورد پیجش تتل ایکس ایکس بود، خب مثل اون میدونستیم چی کار بکنیم. ما ادعایی با کسی نداریم، نه دنبال اینیم آقا گروهی تشکیل بدیم، نه به دنبال اینیم اپوزیسیون بگیم آقا فردا بریزید شیشه. نه آقا، یه خبرنگار رسالتش دادن اطلاعات و آگاهی و دانش به مردمه، تموم شده رفت. قضاوت با مردم خودشون آگاهن. طرف عمده ترین فعالیتش این بوده دست یه جنس دو جنسه رو گرفته و برده، اون یکی فلان قاطی کرده خورده، اون یکی عکس با شورت و سوتین گذاشته، خب معروف شده خانم زهرا جهانبختون، بعد فالوور جمع کرده. شما با بیاد تو اروپا، بیاد برید تو امریکا، پرونده یوئنتون که اولا بسته میشه، شما مثلا از شما شکایت کردیم، حالا بعد برید پاسخگو باشید. چیکار میخواد اگه اینستاگرام بسته بشه؟ تو رو خدا میخواد چیکار کنید؟ چه هنری دارید؟ هنرتون رو به مردم بگید. 2 تا از کارهای مثبتی که برای مردم کردید، تو رو خدا برید تو پیجتون اعلام کنید 2 کار مثبت برای مردم کردید. من خودم شخصا میام دستتون میبوسم، به شرافتم براتون دعوتنامه میفرستم بیاد آلمان اقامت بگیرید، اقامت کاری بگیرید. یکی از دوستان من ریکوست داد آقای امیر اگه من بتونم، آقا امیر پیجت چیه به من بگو من بدونم بیارمت بالا، تعداد فالوورات همه شما فاضلاب‌ها رو به همتون رو میذاریم تو لیست میبندیم، نگران نباشید. ارتش ما لطفاً اینو به همه دوستان معرفی بکنید که ما باید 5000 تا ریپورت خوردی، 10000 تا 5000 تاشون تو نظرسنجی شرکت کردن، بعضیشون 7 8 تا گوشی، 10000 تا ریپورت خوردی آقای ترکیبی. فقط تو پیج من تو 48 ساعت پیج من اومده بود بالا. تنفر مردم میدونی چقدر زیاده؟ بیا از مردم عذرخواهی بکن بابت تبلیغ سایت شرط بندی، بیا از مردم عذرخواهی بکن بابت جعل پاسپورتی که می‌کردی و تجارت دختر و مافیای دختر می‌کردی.
ویدیوشو گذاشتم تو برنامه، برید خودتون نگاه کنید. خوشبختانه ما ریپورت هایی رو هم که میزنیم چند ساعت بعدش ویدیویی رو منتشر میکنیم که علت ریپورت شب قبل رو اعلام میکنیم به مردم. فکر نکنید که ما حب و بغض شخصی داریم، طرف به من فوش داده ما اومدیم گفتیم آقا به طرف حمله بکنید. اینطوری نیست. ما با کسی حب و بغض نداریم، با کسی کینه‌ای نداریم، از کسی هم خورده برده نداریم. چه کار مثبتی بلدی آقای ترکیبی، آقای هزینه، غیر از فقط فوش مادر دادن؟ تنها هنرتون اینه. من خودم به شخص 6 7 فوش جدید از شما یاد گرفتم. گرگوپرم ریخت. تو صفحت فقط آموزش فوش میدی. چه هنری؟ برید آقا یه مثال ساده. اگه امین فردین الان میشناسن یه عده، خب اومدم به قول خودشون یه عده منو میشناسن، برای چی میشناسن؟ فوش دادم به مردم، ترکیبی زدم، دست یه جنسی دو جنسی گرفتم، پیجم نداشتم تا یه هفته. بهتونم گفتم چه رکبی خوردید اول این لایو. منتظر بودم پیج من 4 بار بخوره که این قضیه رسانه‌ای بشه، مردم مافیای شما رو بشناسن. رکب خوردید، خودتون نفهمیدید. بزرگترین اشتباهی که کردید پیج یه خبرنگار زدید که رسانه دستشه. شما با رسانه دار نباید شوخی کنید. رسانه دار شفاف سازی میکنه، آبروتون، هویتتون، شرفتون، همه چیتون بین مردم میره. فکر میکنید حالا مثلا ما یه شب بلند شدیم، صبح بلند شدیم مثلا پیجی برای خودمون باز کردیم؟ نه عزیزم، ما کار تحقیقاتی میکنیم، کار روانشناسی اجتماعی میکنیم. ما کارشناس صدا داریم، وایس برای من میفرستن، کارشناس صدا بررسی میکنن که وایس رو نتونن جلب کنن. آقای هزینه زیر وایس از شما داریم، حالا صبر بکن. خانم شبنم میرکی هم ازش سری وایسا داریم، دنبال آتو، از همشون هم به دنبال آتو. اون یارو بسیجی فیکی بار لایو گذاشته بود، گفته دوستان هر چی اسناد مدارک از آقای فردین دارید بفرستید، هر اسنادی دارید بفرستید، هر اسنادی دارید بفرستید. اگه داشتید تا الان 50 بار تو پیجتون معرفی می‌کردید. همتون وقتی گذاشتین رو پیج ریپورت، قشنگ این فاضلاب ها تبدیل به کود شدن، چون فاضلابا رو نباید دفتر، بعد کودشون کرد، کود حیوانیشون کرد که به درد یه کار دیگه بخورن. شما فاضلابا رو وقتی تبدیل به کود کردین، حساب کار میاد دستتون. مردم دیگه از شما خسته شدن بابت این فحشات و ایناتون. من کامنت ها رو باز میکنم، حالا دوستان اگر دوست داشته باشن میتونن سوال بپرسن. چند دقیقه با دوستان در خدمت دوستان هستم. هر سوالی بپرسید، در 5 دقیقه سوال لایک میفرستن، سوال بپرسید. چی شد؟ ما لایک میذاریم چرا کسی توهین نمیکنه؟ یه تفاوتی باید وجود داشته باشه دیگه. آره تفاوت اینجاست که مردم عاقلن، مردم خوب تشخیص میدن. طرف عکس آیدی دوست پسرشو گذاشته بود، گفته اینو بذار ریپورت. بابا شما دعوای شخصیتون رو نیارید، تو خود سوال بپرسید. باید بسیجی فکر محمود آباد داریم براش. دعوای شبکه من و تو اسنادش رو من نشون شما دادم. این امضای آقای کیوان عباسیه، ببینید اسکرین شات هم بعدا از لایو بگیرید بذارید. قضیه فردوسی پور، برادر آقای فردوسی پور. جدیقا اس ام اس های سایت شرط 50 میذارم. از سرین بعدی چی بگم؟ 800 تا ریپورت بخورم بسته شده. ما 10,000 تا ریپورت داریم. آقای یه شخصی هم هست توی آقای الف نون تو سوئد، راجع من گفته بود، گفت این پناهنده تو آلمان داشت دکترای هسته‌ای داری مگه؟ همتون چه تخصصی دارید ادعا میکنید میگید این پناهنده است. اقامت منو هیچ کدوم هنوز نمیدونید. اقامت من هنوز هیچ کدومتون نمیدونید، میگه طرف پناهنده است. اونم که میگه باباش توی انگلیس داره، بعد فلان نمیدونه بابا من کجاست. محسن افشانی هم میگیم اطلاع رسانی شما باید بکنید، من که نمیتونم بکنم. دوستان بیاد چرا کسی زیر پیج من فوش نمیده؟ بیاد 500 تا کامنت اومده. به خاطر اینکه مردم عاقلن. نه من به خاطر معروفیت به خدا دست تک تکتون رو میبوسم بابت اینکه دیشب همتون حمله زدید. دست تک تکتون رو میبوسم.
وایس های هزینه رو اگه بتونم امشب میذارم. التماس میکرد که از یه شهر دیگه بفرستنش استانبول، کیس گی هم داده بود، مدارکش هم میذارم تو پیج. خانم ندا یاسی به من گفت بیا با هم لایو مشترک بذاریم. بعد گفتم باشه باهاتون لایو مشترک میذارم. خانم ندا یاسی بگم. بعد گفتم که خانم ندا یاسی خانم خیلی محترمی، اصلا بحثی نیست. به من گفت بعد به من پول بدی که با من لایو بذاری. خانم ندا یاسی اسکرین شاتش هم دارم، به من گفت بعد به من پول بدی باهات لایو بذارم. گفتم نکن این کارو. تو رو خدا خودت برو راجع به سایت شرط بندی به مردم بگو، اصلا اسم منم نیار. تموم شد. به من گفت بعد به من پول بدی، من خرجم اینجا باید با پول در بیاد. نمیدونم خود خانم نداسم خیلی هم خانم محترمی، بهشم گفتم تو حقم داره، پول میخواد بگیره، بیزینس داره میکنه. خوشحالم که تبلیغ سایت شرط بندی نمیکنه، برای ما محترمه. عادل فردوسی پور هم علی کریمی راجع به آقای عادل فردوسی پور صحبت کرده. من نمیگم، اسکرین شاتشو میذارم ببینید. آقای علی کریمی راجع به اسطوره ایران، بهترین بازیکن 3 قرن ایران، راجع به آقای عادل فردوسی پور از سایت شرط بندی و مافیای شرط بندی صحبت کرده بود که صحبت میکنه. حالا ما با کسی توهین نمی‌کنیم، شخصیت حالا هر کاری که میکنه. امیر جان من آیدی تو نمیبینم داداش گلم، اسم آیدی تو برای من مینویسی تو تلگرام داری بهم پیام بدی که بتونم با لایو بذارم. همینجا اسم آیدی تو به من بگو. ما به کسی توهین نمی‌کنیم، همه برای ما محترمن. فقط ما یه هدف داریم، تو رو خدا تبلیغ سایت شرط بندی نکنید، تبلیغ دروغ به مردم نکنید، سر مردم. بابا مگه مردم چقدر تو ایران درآمد دارن؟ طرف من پیام داد آقا من 70 میلیون سایت شرط بندی باختم. میخوام به کی بگم؟ امیر جان آیدی تو دیدم، بذار دیدم برام فرستادی آیدی تو. نمیبینم امیر جان آیدی تو، بیارم بالا. ما فقط یه هدف داریم، سر مردم کلا گذاشته نشه. نه من میخوام معروف بشم، نه پیج اینستاگرام نیاز دارم، هیچ، نه تلگرام نیاز دارم. خودتون برید از جانب خودتون بذارید. خوشحالم یه موجی راه افتاد، چندین سال بود اینا بعد حذف می‌شدن از دنیا. نه ادعایی داریم نه هیچ. من اینو مدام برمیگردونم به خاطر اینکه اشتباه. یه سرچ بزنم ببینم میتونم همین جایدی تو پیدا نمی‌کنم متاسفانه. بله آقای برایان اعتماد هم شده اسپانسر مالی و آقایونی که فاضل آبی توی ترکیه. شما نمیتونید تو چه خلافایی میکنید. اگه یه زمانی پلیس اینترپل بیاد نیت ترکیه، برید نیت رو سرچ بکنید، نیت ترکیه بیاد بالا سر شما، میدونید چه بلایی سرتون میاد. برید از مردم عذرخواهی بکنید. 20 سایت هک شد، چرا یکیتون نیومدید از مردم معذرت خواهی بکنید؟ یکی نوشته برام راجع به مسئله نجات صحبت کن. مسئله نجات 234,000 دلار از بی بی جی امریکا پول گرفته. برید خودتون تحقیق بکنید. من چی بگم؟ 234,000 دلار. حالا کمپینی هم راه انداخت. سوالت چیه بپرس. بله بی بی جی انگلیس امریکا. برید یه سرچ بکنید راجع به بی بی جی امریکا. آها یه نکته دیگه، من خانم نامدار رو چند وقت پیش آوردم روی لایو. وحید خزایی فوش خار و مادر کشید، گفت این پورن استاره. خانم نامدار، من یه وایس دارم از بین خانم نامدار که وایسش رو کشیدیم بیرون که داشته با آقای وحید خزایی صحبت میکرده. وحید خزایی توی اون وایس 10 بار خانم نامدار رو دعوت میکنه خونش، میگه غذای رژیمی میخوری؟ شام چی میخوری؟ بیا خونم. بیا. تو اگه طرف پورن استاره برای چی دعوتش میکنی خونت؟ وایس شما رو پخش میکنیم آقای خزایی. خجالت نمیکشی به خاطر اینکه بخوای یه کسی رو تخریب بکنی به طرف میگی پورن استار؟ مستند صحبت بکن. وقتی فایل صوتی تو برای مردم منتشر کردم اون موقع آبروی که نداری میره.
پیش بینی فوتبال ایرادی نداره. بله وقتی که شما برنده میشی پولتون رو نمیدن حسابتون رو هک میکنن اون موقع ایراد داره، نه چیز دیگه. جریان پسری که اعدام شد وارو عفو شده بود، بعد مثل که رو همه مباحث صحبت میکنیم الان، چون اینا اسپانسرهای مالیشون سایت شرط بندیه داریم صحبت میکنیم. چشم کانال تلگرام هم میذاریم. اسم نفر بعدی که قرار ریپورت بکنیم نمیگیم. رأس ساعت 9 شب فردا شب دومین حمله هستش، اون موقع اعلام میکنیم. دنیا جهانبخت نه، زهرا جهانبخت اسم اصلیش بود. قاضی مرتضوی فکر کنم رفته امروز برای من یه پیام اومده بود که الان در حال حاضر تو نیجریه است، فرار کرده رفته به نیجریه. بله سایت هایی هم هستن که وایرز میکنن وقتی که پولشون رفت بالا اون موقع. امیر جان من پیدات نمیکنم داداشی گلم، بیارمت بالا. کلیپ رفتم برای خودشون نمیدونم، گفتیم که اینا یه سری مافیا هم دارن عکسای همدیگه رو میذارن تو سایت داعش و این برای اون برای همه کارم میکنن. پیام صادقیان بابا ما وایس داریم از 10 تا دختر پیام صادقیان باشون دوست بوده. بعد همه فوتبالیستان میگن آره ما فوتبالیستیم داره به ما نمیدونم فلان میشه. من تو لایو قبلی گفتم حرف تکرار نمیزنم، شاید اگه فوتبالیست نبودی دختری بهت راه نمیداد که. نظر در مورد رولای زم چه؟ ایشون یه خبرنگار رسانه داره، ما هم رسانه داریم، ما رسانه‌ای با هم در ارتباطیم. فکر می‌کنم کلیپ تنز آقا نمیبینمت امیر جان به خدا. آیدی تو ببین من الان سرچ هم میکنم نیستی. یه پیام به من بده ببینمت که روش بزنم بهت لایو مشترک بدم. پیام بده توی کامنت‌ها سوالتون بپرسید. هیچ چیزی به درد ما نمیخوره. ما پیجای هک تلگرام و اینستاگرام تو کلا برداریم که بله دعواشون ساخته بود. آیه نظر جو امید دانا چی بگم وقتی ایشون فایل صوتیشون با بچهای سازمان امنیتی رو میره شبکه جم مدیرانش از دوستای خوبه. یه پیام به من بده تو کامنت ها امیر جان من ببینم سلامی بده. میگیم همه اینا رو به زودی میگیم که دوست دختر جدید ترکیبی هم که توی شبکه مدل کار میکرد، چیز شوهر همسریابی داشت کار میکرد. آیه از اینه که دختری که بنده خدا ارتباطت با مدنیوز چیه؟ تا خب رسانه داره خبر ما رو پوشش میده، ارتباطی نداریم با همکاری کهشون، نه همکاری لطف دارم تشکر هم کردم ازشون بارها که خبرهای ما رو پوشش میده، دستشون هم درد. نکته بعدی هم جالب به شما بگم، بنده یکی از منتقدین آقای روح‌الله زم بودم. خودش هم میدونه منتقد شماره یکش خودمم. منتقد یعنی قاتل خونی آمد نیوز از لحاظ انتقادی منم. هم آقای سام سردبیر، هم آقای روح‌الله زم، هم سایر همکاران آمد نیوز میدونن که قاتل آمد نیوز از لحاظ انتقادی منم. ولی حرف اینه که ما یه مصاحبه 3 ساعت و نیمه من با آقای روح‌الله زم داشتم، میتونید برید ببینید. فقط یه جمله من گفتم آقا تو حق داری انتقاد کنی، قضاوت حق نداری بکنی. بعد یه آقای مثل این آقا برمی‌داره میگه که شما نمیدونم شما اطلاعات سپاهی و مدرک دارید، اینجوری مدرک نشون مردم بده باور. امیر جان بگو ببینم یه پیام بده. خانم نامدار نیستش باشون لایو میذاشتم نیست. هست شاید من نمیدونم. گفت میام بالا نمیدونم. خانم نامدار دوست دختر برمزادگان بوده. بله شبنم میرکی دوستان، میراکی نیست. بله بچه آماله الکی میگه من کردم، کردا با من با افشون هم منده صحبت کردم تو دایرکتم. بله یه بار با هم صحبت کردیم داشتم گفتم راجع به سایت‌های شهروندی به مردم آگاه باش، چیز خاصی نبود.
پیج قبلی هم رصد میکرد، فالو هم کرده بود، الان دیگه گم شدم، یعنی حذف شدم دیگه. منبع درآمد برنامه پشت پرده چیه؟ بنده شرکت خصوصی برنامه‌نویسی دارم در کشور آلمان. اصلا هم کار اینجوری نمی‌کنم که بخوام تبلیغات بکنم و از طریق شرکت برنامه‌نویسی اون روزم شما فکر کنم 19 تا زبان برنامه‌نویسی بلده. 19 تا زبان برنامه‌نویسی کار می‌کنم. شرکت برنامه‌نویسی دارم، حقوقم از اونجاست، منبع درآمد دارم. کار خصوصی انجام میدم. میگه که فخرآور قابل تخریب نیست. ما کسی رو تخریب نمی‌کنیم دوستان. آقای فخرآور برای من محترمه. من به آقای فخرآور پیام دادم، گفتم آقای فخرآور بیا با من مصاحبه کن، بیا با من مصاحبه اسکایپی بکن. نیومد، جوابم داد. از چیزشون گوشه ما کسی رو تخریب نمی‌کنیم. هم بریم بیا طرف محترمانه بگی آقا بشینیم با هم صحبت بکنیم، مصاحبه کنیم، چرا که نه؟ برنامه پشت پرده با آغوش باز می‌پذیریم. امیر جان یه پیام سلام به من بده. استارت ما یه مستند ساختیم، میتونید بگید. بهادر وحشی، آقای بهادر من ازشون گلایه دارم، به خودشون هم تذکر داده بودن که سایت شهروندی رو تبلیغ نکنن. اون محلی که ایشون کار می‌کرد ولی ایشون تبلیغ کرد دیگه. حالا اگه رفت تو لیست عملات بچه‌ها ارتش سایبری ناراحت نشه. همشون هم ماشاءالله به اولوبلا افتادن، 2-3 تا پیج برای خودشون زاپاس دادن. مثل تیم همشو با هم میزنیم اگه ما بخوایم حمله کنیم. آقای علی شمس به همراه اون خانومه هست که جدیدن باش داره کار میکنه. یه 2 تا پیج داشتن. پیج خانم 35 کا داشت، پیج 900 کا، نه 1 میلیون و خورده. بعد اومد پیج خودش رو داد به یه خانم، این پیج اون خانومه رو گرفت دست خودش. بعد شروع کردن تبلیغ سایت شهروندی کردن. این دیتیلای ریز رو میدم که خود آقای علی شمس هم جمع بکنه خودش کاری که داره تو دبی میکنه. آقای ترکیبی هم اگه خیلی چیزش خب همون پیجشو نمیبست، اصلا چه دیاکتیو کرد؟ چی میترسید پیجی که دیاکتیو کرد؟ میذاشتی باشه دیگه اگه خیلی ادعا میشه. بله خیلی پول خیلی ها رو بردن، نه پول شما، پول خیلی ها رو بردن. دوستان من امینم، امیر نیستم. خیلی اسم شرکتم آلمینه، برید سرچ کنید. بعید خزی که تکلیفش مشخصه، ایشون خب کوک میکشه، فیلم کوکش هم هست، حالا بزودی قبول باشه. شماره ترکیبی رو دوستان درخواست کردم، چشم. 2090 053 16 033 720. هر کی که تبلیغ سایت شرط بندی بکنه رو لیست ریپورت قرار میگیره. من نمیدونم چرا کسی به ما فوش نمیده. این دوستان یه تفاوتی باید ببینن دیگه. الان برای من سواله. شماره هم خوب نوشتید. مسئول تکلیفی آیدی منو میذاری؟ آقا جواب منو بده چیه؟ گرمگو جانم بگو. من همه رو جواب. آقای رایفی پور تحلیل خاص خودشون دارن، چه نظری داشته باشن. نظر شخصی خودم رو که نمیتونم بگم، نظر تیم رو هم در مورد تیم. بله خانم نامدارم سلام دادن. خانم نامدار سلام. من بیارمشون لایو. خیلی علاقه داشتن که ما میاریم تو لایو، که خیلی از دوستان میگن که آره نمیدونم با پرنستار لایو میذاره. جالب. سلام. حال شما خوبه؟ صداتون نمیاد. همون بودید فکر کنم. من قطع میکنم دوباره شما دوباره به من فرکست. آقا آرش سلام. آقای سینا ولی‌الله یکی از افرادی بودش که با فکر نمیدونم چی بگم. آقای سینا ولی‌الله لطفاً توضیح بده که چرا خانم صدف طاهریان رو نمیدونم برنامه‌هات ازش مصاحبه کردی. گلت کچل آقا ارسیه، مردم پول میدن به ما، ارث پدر مادرمون کچلی دارن. ببخشید دیگه، ارسی کچلی رسیده به ما، عذرخواهی میکنم. مستند ریستار تو کاناله، تو کانال یوتیوب فکر کنم توی کانال تلگرام هم باشه، نمیدونم ادمین باید میتونید برید ببینید. آقای سید محمد حسینی کلا
کدوم صفایی رو میگید؟ بسیجی فیک. 2 بار سوال پرسیدی، سوال تو پرس. مستند ریستارت توی کانال دورهمی اول مارکت چی بگم راجعش؟ سوالاتو میخونم بدین از هیچ کامنتی. محسن صفایی تریاک. بچه کجای خودتو معرفی کن و بگو واسه شهرت چیکار، شهرت چیکار کردی؟ واسه شهرم چیکار کردم؟ بنده بچه اهوازم. من برگشتم کار دارم شدیدم باش. بنده بچه اهوازم. بیش از 200 تا مستند راجع خوزستان ساختم به جسارت با